سلام جان، چی حال داری؟ صحتت خوب است؟ خیرتیش؟ جان و جور آرامی است؟ بخیر باشی. زنده و سلامت باشی. تو پر انرژیستی. خب میوه خشک باشه دیگه، پیاده بودم پر انرژی باشه. خب میوه خشک مکمل، اف میوه هرچی حداقل روز دو تا هم بخوریم آدم پر انرژی باشه. ولی راست میگی. با چطور فروشات در این وقتا؟ یک ذره یک نسبت به جمهوریت فروشات گپا کمتر شده دیگه. شاروالی از اینا را زیاد کرده، مثلا مالیه آمد، مالیه خلاص نشده، جواز آمد، جواز ناخلاص شده، امر فعالیت آمد، باز به خاطر تکس لوحه آمد که هیچ ما یاد نداشتیم کسی تکس لوحه از ما بگیره. چطور خودتان علاقه وظیفه را یا فعلا ما را دیگه فامیل کشیدن از اینجا دیگه، به جای ما دیگه نفر آمد. یعنی جمهوریتی بودی در حکومت؟ از حکومت جمهوریت بودیم دیگه، حالا یک ماه میشه که از این وظیفه ما را کشیدن. عرفان جان چطور فروشاتت؟ خوب است دیگه، روز 10 روپا 20 روپا کار میکنیم. 10 روپا 20 روپا در بسته روز؟ از این سامانا؟ یا با چندی میبرد؟ مثال توپا و تیارا؟ توپا و تیارا 20 روپا است. 20 روپا میه. چند میفروشیش با؟ 20 روپا میفروشیم. خب فایده با نمیگیری تو؟ میگیرم. از چی فایدهش میگیری؟ از این توپاکات تو برات چند میه با خودت؟ با خودم 10 روپا. 10 روپا میه 20 روپا سودا میگیری. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ستړي مشه ګران لیدونکو، الله دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. سیلاب ردواله او ضربه احساس په درانه چوپړ کې د کابل پلازمینه لیسې مریم بازار څخه او زه اوس ولاړ یم ګولایي پارک ساحه ده. نو ګرانو لیدونکو نن راغلم دې بازار نه تاسو خبرونه چمتو کړم. نو اندازه وړاندې تاسو به خپل تصاویرونه د لیسې مریم بازار څخه وګورئ. اندارنګ دلته چا سره خبرې کوو، کوم ورون سره هم دلته فروشات لري یا راغلي دي خریدارۍ ته، نو هغوی سره هم خبرې لرو. نو الله دې وکړي چې موږ سره تر اخر د شیبو عمر ورسوي. راځئ موږ سره ګران لیدونکو. ګران لیدونکو بیا هم تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. راغلو همدې بازار کې دلته یو ورور هم د پنیر او مسکه خرڅوي، وطني دي یا زراعتي پوښتنه به ونه وکړو. نو موږ سره مل اوسئ ګران لیدونکو. سلام علیکم. سلام علیکم، جور هستی؟ بخیر جان، جور است؟ شکر بخیر باشی. به قدم اول اگر به بینده ها اسم مبارک تا بگویی که بشناسید. اسمم فواد است، از سرای خوجه هستیم. بسیار خوب. ولسوالی میگی بچکه. چه وقت میشه بازار فروشات میکنید شما؟ دیگه ما نمی یک ماه میشه، من پیش از اون وظیفه داشتم. فعلا دیگه یک ماه شده وظیفه که مرخص شدیم، در انکشاف میدیم. حال دیگه این کارکو انداختیم خدا دیگه این کار پنیر مسکه. چطور خودتان علاقه وظیفه را یا فعلا ما را دیگه فامیل کشیدن از اینجا دیگه، به جای ما دیگه نفر آمد. یعنی جمهوریتی بودی در حکومت؟ حالا جمهوریت بودیم دیگه، حالا یک ماه میشه که از این وظیفه ما را کشیدن. نه انشالله خدا مهربان همیشه جور شه و پس شما را بخواه سر وظیفه. بخیر باشی. حالا بیایم سر پنیر را از کجا میاری؟ یا وطنی است؟ چی رقم حساب است؟ پنیر که از وطنی است، این از چارکار میاد، مسکه ما لوگر میاد. لوگر. با چطور است قیمتاش؟ قیمتاش ارزان است دیگه. فعلا ما کیلوی 200 190 دیگه نمیجا ما فروشیم در بازار. 1 کیلوشه. 1 کیلوشه.
با مردم میخرن نمیخرن؟ والا خوب است دیگه، برابری است، یک روز میشه یک روز نمیشه. بازار حال خراب شده فعلا، فهمیدی؟ و خوب فهمیدی میرفت سودا میشتال یا نه. امروز نه کل مالا پر مانده بود، یعنی 6 سبد بودیم 3 سبدش فروخته شده، 3 سبدش مانده. نصفش فروخته شده نصفش مانده. دیگه که تو کاربار یک ذره ضعیف شده. برادر دیگه ما چیت میشه؟ این بچه خالم است. شما خوب هستی برادر؟ خوب است بیادر جان جوری صحتتان خوب است؟ شکر فادر شما تو چکری میای کلشانه، شما هم چیز کاروبار داری؟ نه خود دائمی کاروچیت 2 نفر است. این وقت در وظیفه بود، از ما 5 سال میشه میکنم. 5 سال میشه اینجا. 5 سال نظر به 5 سال وقت خوب بود حاله؟ وقت خوب بود اولا، وقت خوب بود. وقت خوب بود، بازار هم صحیح بود. حال دیگه بازار نیست. با اینمی شاروالی نای سیوم میشه بخیر 11 میشه. این باشه شما را اذیت نمیکنه، یعنی بره اوسو بره یا جای مشخص بر شما نکرده؟ نه دوباره جای مشخص نداشت. با چیز نمیگه که استاد میکنه اینجا؟ خب میگن دیگه بعدی جا میگه بره امیت کل کاروچمونا رو میگه بره. تو کاروچمونا باید استاد باشه، یک دیجا استاد کنه، یک دیجا استاد کنه، فکر سرک بند میشه. سرک بند شده که زمان زیاد میشه. یا بخیر باشی بیادر. خدا کنه که بینده های ما یا نمو نفرای ریاست شاروالی صدای ما شما را بشنوه و یک جای به شما مشخص کنه که اذیت آزار شما هم نشه، فروشاتتان هم شوه. یعنی خیر بینید. دیگه لالا کدام پیام اگه داری بینده های ما کلش بشنوه؟ 11 ماه و یک چی داریم، ما خود صبح فهمیدیم ما برای مک بیایم تا می 4 بجه ما را نمیمانند این بازار. فهمیدی بعد از 4 بجه که ما برای فهمیدی در بازار میایم مک میجام فهمیدی نماینده فهمیدی نمیمانند ما را دیگه. ما خواهد وظیفه ماندیم فهمیدی نمی کارا که فهمیدی انداختیم خدا دیگه نمی کاران که ما را نمانه دیگه ما چی کار بار کنیم دیگه. ناله تا 4 بجه یکیش نمیمانه، بعد از 4 بجه دیگهش نمیمانه ما را. بعد از 4 بجه کس دیگه است؟ بعد از 4 بجه نماینده هستن، نماینده ما را نمیمانند اینجا که استاد کنیم دیگه. اینمی چیره ما از مینای 11 داریم فهمیدی، ما مردم فهمیدی یک جای مشخص برای ما جور کنند، ما یک جای استاد کنیم. ما اینجا میان کراچی رو چپا میکنن فهمیدی، ترازو رو میبرند دیگه. اینا تو مشکلات ما زیاد داره. در خدا کنه که صدای شما را بشنوه و به این مشکل یک راه حل پیدا کنه. بخیر باش. با ما خدمت باشه در روز هم خوش. ګران لیدونکو موږ سره اوسئ وړاندې بازار ته تاسو ښکلي تصاویرونه دي د سې مریم له بازار نه وګورئ موږ سره مل اوسئ. ګرانو لیدونکو بیا هم تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. دلته نن بازار ته راغلي وو د سې مریم، ورور هم دا وچه میوه خرڅوي. نو وچې میوې لپاره هم تاسو معلومات درکو، ورور سره هم خبرې اترې وکړو. موږ سره مل اوسئ. بیادر خوب هستی؟ سلام جان، چی حال داری؟ صحتت خوب است؟ خیرتی است؟ جان و جور آرامی است؟ بخیر باشی. زنده و چطور؟ سلامت باشی. تو پر انرژی هستی؟ خب میوه خشک باشه دیگه، پیات بادم پر انرژی باشه. خب میوه خشک مکمل، اف میوه هرچی حداقل دو تام بخوریم آدم پر انرژی میباشه. والا راست میگی. ساعت 13 خوبه، بد نیست الله شکر، خوب است. لالا در قدم اول اگه به بینده ها خودم معرفی کنی، اسم مبارک ده بگویی. مجیب رحمان هستم، باشنده گله پارک لسی دوی خیرخانه لسی مریم. چه وقت میشه اینجا کار میکنی در این بازار؟ حدود یک 12 سال میشه جانم اینجا کار میکنم. چطور بازارتون در این خوب وقت؟ است الحمدلله، خوب است شکر الحمدلله، الله شکر خوب است. از که برادرای ما امنیت افغانستان که گرفته الحمدلله، بازارم خوب شده و در ضمن از فروشاتم خوب شده دیگه. زیادتر مردم شکایت میکنن مگه خیلی کار بار نیست، فروشات نیست. تو الحمدلله میگی شکر است. والا تو است وقت کار کردن نتونن میگه پیسه خدا بر که درخت بند نیست که پیسه را کس دست پرتد پیسه را بکنه. زحمت بکشه در کن بشنه در پته صندلی بشنه کشمش نخود بخوره بگه والا کار نیست چه قسم ما برم در بازار کار کنم. برای همه کی کاره، کسایی که دست فروشای جا کار میکنه یا گوش نمونده. نه والا خود زیادتر شکایت داره. نمیگه به تو راست اگه نام خدا را بگیره بانم توکل به الله میگه تو حرکت کن ما برکت نکنه. ببینی اون کوترخانه فروش هست. بیا بچه اسم مبارک چیه بچه؟ قیس. قیس جان کوترخانه سودا میکنی؟ آه. حدود
من نمیفهمم که چقدر کار میکنه. مگم اطمینان دارم که 100 افغانی کار میکنه. روزه 100 افغانی 100% کار میکنه. چند کار میگیره لا امروزه؟ روز ساعت 100 کار. این کار نیست. این با یک دست خود. با یک دست خود کار نیست. بگو جانم بگو کار نیست. بگو یک مکسر بیال روانش کنم خانه دیگه اون در پته صندلی بشینه کشمش نفت بخوره. زحمت بکشه هر کی. زحمت میکشه کار میکنه و هر کس برابرم او کار کنه خداوند شمه پردازه. افقی عیال شمه پردازه. خیر باشی. با چطور قیمت های میوه تان در وقتا قیمت شده ارزان شده؟ نه خوبه نرخ خوب است. مالیات دولت کم کرده نرخ خوب شست. وقتی که مالیات بلند بره نرخ بلند میره. وقتی مالیات بالا پایین باشه نرخ هم پایین میباشه. خیر باشی. این خرما کشمش وقت کیلو چند بوتال کیلو چند اگه میرم معلومات بدی؟ خرما کی نخود یک خوب شد که گفته شما خوب اشاره داده یک نقطه را 130 پا پیش میام چیز نمیاد. حالا 130 میام وقت 150 میاد. وقت گمرک بالا بود. حالا گمرک گمرک پایان شده. قیمت های حالا 110 افغانی تمام میشه. ما 130 120 150 نظر به وقت حال ارزان شده. جانا خیلی نرخ پایان شده و در ضمن از خیلی آرامی آمده. دوستای ما اگه صدای ما را از خارج از کشور است میشنوه همین پیام بیاد افغانستان خود کار کنه شانه به شانه بدیم دست به هم بدیم که افغانستان هم جور میشه. جور شده رئیس و جور هم میشه. اگر تو برادرم در پولی مستاد نمیشه افغانستان جور نمیشه. به یک صدا نمیبره. دست به دست هم کار کنیم وطن آباد میشه. وطن آباد میشه. اگر ما امرای کشتی هر تان بریم خرق میشیم کشته میشیم نفوس هم کم میشه. سر نفوس افغانستان استاد میشه. سر بی نفوس افغانستان نیست. خیر باشه لالا. خیر ببینی داخل کدام گفتنی دیگه داری به بینده های ما صدای دم بشنوه؟ ما گفتنی برای شنونده هم دارم برای امارات هم دارم. امرد خدمت با امارات اینمی گفتنی را دارم که همی فعلا سینما ها بند است. سینما ها را چپه کنن پارکای سرسبز چپ جور کنن امور شرکت آبادی کنن که مردم بتونه با آسودگی آرامی دور ماه 8000 یا 10000 برای که چیز بده ماش بده برای فی نفر دیگه ما بر زمان میزنم که دیگه کسی از افغانستان جایی نه. فابریکا جور شود. فابریکا جور شود. او داریم فضل خدا او فرمان داریم. او داریم پاکستان و ایران اما چیز داریم ما سو میوه خود با ما روان کنه. مگه ما قشت ما ایسو میوه خود برای زی روان کنه. همی شرکت ها را جور کنن که مردم بتانه با آسودگی آرامی در خانه 5 نفر 4 نفر 3 نفر که کار میکنه او 2 تا 3 تاش میره خارج 2 تا 3 تا دیگر مو خارج بتال و بگه که اینجا کار است چی میگی به زن فرزندت باش به بیادر فورت باش به مادر پدرت باش خدمت بر پدر مادرم شوه خدمت بر خواهر و بیادرم شوه و در ضمن از اینجا کارم بتونیم شده خدمت به ملت هم شود. خدمت به ملت چطور نمیشه؟ این سوال نیست. وقتی که ما گشنه باشم سوال نیست. من از هر کار دست میزنم. وقتی که ما آرام باشم آسوده باشم برای ما دولت ماش بده شرکت من اینجا کار میکنم. هم خرما میشه با آدم هم ثواب. 100% خیر باشه. با بینده های ما گفتنی داری با امارات خود گفتی. با بیننده های تلویزیون یک سلام خاص یک زمستان پربهار آر شده دیگه بیازی بارندگی نمیشم پربهار خوشحالی آمده. یک سلام خاص برای همه وطنای عزیز خود. یک سلام خاص به کسایی که دور از وطن است. خیر ببینی لالا خیر باشی زنده و سلامت باشی قربان. امید آباد که با ما وقت دادی امروز گپ بزنیم. شما قابل قدر هستید. بخیر باشی. تو که صدای ما رو به دنیا میرسونی ما صدای خود وطن نمیرسونیم. خیر ببینی لالا چیز گفتنی به ما داشته باشی. وقت خوش سلامت. با اجازت لالا روزتان خوش. ګران لیدونکو بیلته سټور ته راغلاست وایم راغلو اندلسي مریم ته بازار ته دلته جمپرونه او بلوزونه او شیان خرڅېږي دې دوکان کې نو راغلو ورور سره خبرې وکړو دوی فروشات څنګه کاروبار یې نو موږ سره اوسئ بیادر خوب هستی؟ سلام علیکم خوش آمدین خوب هستین بیادر جان سلام بخیر هستین خیریتی است خیر ببینی بخیر باشی اسم مبارک تا که ببین اسمم عبدالفتاح است
دکانده که از دکاندارای لیسه مریم. دکانت نمبر داره؟ دکانم گلای پاک، مرکز تجارتی رئیس خان، دکان لمبر 1 لمبر 2 خب تکوی. باز جمپر و بلوز و اینمی چیزا رو میفروشی؟ جمپر داریم، پالتون داریم، بلوز داریم، جاکت داریم، شیپای مختلف، جنسیات انشالله، شینایی، پاکستانی، ایرانی، ساخت خود وطن ما، شیپای مختلف هست انشالله. از چهار طرف از کل جای از هر جای هست شیپای مختلف داریم. با چطور فروشات در این وقتا؟ یک ذره یک نسبت به جمهوریت فروشات گپا کمتر شده دیگه. شاروالی از اینا را زیاد کرده، مثلا مالیه آمد، مالیه خلاص نشده، جواز آمد، جواز ناخلاص شده، امر فعالیت آمد، باز به خاطر تکس لوحه آمد که یک ما یاد نداشتیم کسی تکس لوحه از ما بگیره. یا آمد یک دکان 7000 نشته کرده، دیگر 8000 نشته کرده، یا خیال میکنن دکاندارا پیسه درو میکنن، در حالی که کل گیج اصلاف نمیکنن. مردم مجبور است، کرا گزاف است، جنجال مصرف مردم زیاد است، مردم غریب است، نداره کاروبار نیست، جنجال است. یعنی دکانداران بسیار به جنجال هستن، میزنن روز 3000 تا 3500 مصرف این دکان من میزنم، مصرف خود نمیکشم. دولت خو مالیه میگیره، مالیه حق دولت است دیگه. امر فعالیت، جواز و امر فعالیت دردش یک چیزه، ولی این یک چیز هم زمینش کردن. وقتی امارات که آمد امر فعالیت هم پیدا کردن، جواز داشتیم، امر فعالیت جواز درش یکی است دیگه. حالا اومده از تکس لوحه 10000 از یکی میگیره، 8000 از دیگه میگیرن. حالا مردم از کجا کنه؟ دکاندار 4 دانه مال داریم، بازار نیست، کلش تلپت شده، بیرنگ و بیرنگ شده، مشتری دست روز میشینیم کس دستلاف نمیکنه، مشکلات هست. ان شاء الله یک گزارش کمی چای ما نظر ما دمی شاروالی هم برسه که یک دست هم دکاندارا هم بگیرن. صداتون بشنو و این مشکلات خیلی زنده باشه، صدای ما برسه به شاروالی که یک ذره اکثر دکاندارا هم زیاد فشار نیاره. و خیر باشی. خیر بیننده های ما صداتون بشنو، اگر چیز لیلاک داری لیلاک که به پیشتن بخره. خیر ببینید، زنده باشی دیگه. اون آدرس ما گفتیم گلای پارک، مرکز تجارتی رئیس خان، تکوی، دکان لمبر 1 لمبر 2. نام عبدالفتاح است، یک از فروشنده‌های لیسه مریم. بخیر باشه، الله در کارتان برکت بندازه. شما هم خیر برکت، زنده باش، تشکر. اون خیر. دوستای ما که از وطن دور هستن، خارج هستن، صداتون بشنو که با اون چیزی گفتین داری کامل. یک سلام ادب و احترامات به مو کسایی که در خارج است، به کلشان. فهمیدی؟ ان شاء الله وطن امنیت است، آرامی است، مشکل نیست. بیان در وطنشان به چکر، به تفریح دیگه. وطن ان شاء الله جور است، چیز مشکل نیست. بخیر باشی لالا، زنده باشی. خانه آباد، باشی که با ما وقت دادی. بخیر باشی. خیر زنده باشی. ګران لیدونکو موږ سره اوس د زوینه بازار ته لیسې مریم نورورون سره خبرې لرو، همدارنګه تاسو ښکلې ښکلې تصاویرونه د بازار وګورئ. موږ سره مل اوسئ. ګران لیدونکو راغلو نه د لیسې مریم بازار ته، نو دلته یو بل ورور هم ده، دلته د واړه سامان خرڅوي. نو دوی سره بعضې خبرې اترې لرو، موږ سره مل اوسئ. برادر خوب هستی؟ خوب هستم. جان جور است؟ خوب هستم. چطور تو یک در شیما پیدا کن؟ جان خوب هستم، شکر خدا. خب بخیر باشید. نام مبارک ده بگو. عرفان جان. عرفان جان چطور فروشاتت؟ خوب است دیگه، روز 10 روپا 20 روپا کار میکنیم. 10 روپا 20 روپا ده بسته روز؟ از این سامانا؟ یا با چندی میبرد؟ مثال توپا و تیارا؟ توپا و تیارا 20 روپا است. 20 روپا میه. چند میفروشیش با؟ 20 روپا میفروشیم. خب فایده با نمیگیری تو؟ میگیرم. از چی فایدهش میگیری؟ از این توپاکات. تو برات چند میه با خودت؟ با خودم 10 روپا. 10 روپا میه 20 روپا سودا میگیری؟ پس صحیح است. بازی یه طور چیز نمیگه ریاست شاروالی؟ نه کوچه را نمیگه. چیز نمیگه. چه وقت میشه اینجا فروشات میگیری درستی؟ زیاد وقت میشه. مثال یک 2-3 سال میشه؟ 20 سال نمیشه، ده چند سال انداختیم. بخیر باشی برادر. دیگه چی گفتنی داری به بیننده ها و صدایت میشنوه؟ اول و دوستاست و کرشون سلام برسه، بیاین در وطن خود کار کنیم. او برادرای ما که از وطن خارج رفته، بیاین در وطن. در وطن خود بیاین کار کنن، غریبی است، کل چیز است. کار و غریبی میشه نی؟ میشه. بخیر باشی لالا.
دیگه تو نمبر بگو باز بینده ها بشنو اگه چیزی همکاری همراه میکرد. سیم کارت ندارم. سیم کارت نداری سیم کارت؟ نه. هیچ نمبر در نداری؟ فیسبوک دارم انگلیسی به نام عرفان قریشی. عرفان قریشی. آه بخیر باشی لالا. چی کنیم به ما چیز خدمت هست؟ نه جور باشه. مرا دستکتا روزت خوش. گران لیدونکو دا و دیمنگ دینون راز خبرونه دلیسی مریم بازار څخه چې ما او د ما ګران همکار ارمان جان تاسو ته تقدیم کړ نو تر بل خبرونه چې زه سیلاب د دواله تاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو په الله سپارم اخر کې مونږ چینل نو سره لایک او سبسکرایب کړئ تر څو له بیل ساحو څخه تاسو خپل گزارشونه ولرئ نو تر بل خبرونه خو ښه چاري